چرا به داد ما نمیرسن؟ والله بالله به حضرت عباس من دارم میجوشم که بابا 10 سر آیل مرکزون جاوده در سرت گشنگی میکنه. چرا گشنگی باید بخوره؟ چرا به داد ما نمیرسن؟ تا کی ما سختی بکشیم؟ تا کی ما به گدای در ببری افتاده باشیم؟ ما والا گرفتار شدیم، بدبخت شدیم، خیلی بدبخت شدیم، خیلی بی‌سال شدیم. هیچ قدم نون شب نداریم، والله بالله به قرآن نون شب نداریم. این عدله، این عدالته. چی است که به دادیم ملت برسه؟ کی به دادی ما میخوای برسی؟ بدبختمون کردن، به جام و گوش زندان افتادن. خدا شاهد است، خدا شاهد است. خجالت میکشم دماغ توش تو خونه من نیست. به خدا گشنن، هیچی ندارم. مردم مستضعف و بدبخت شدن، فقیرم. حکومت اسلامی همینه. هیچ قدم نون شب نداریم، والله بالله به قرآن نون شب نداریم. مردم اسیرن به حضرت عباس. مگه مسلمانگی این طور است که این مسئولین ما هستن؟ مسلمان اگه نیستن اقل همه ما سه گفت آزاد مرد باشد. چه بساطی درست کردیم توی مملکت؟ کجا پناهگاه توه بهش پناه ببری؟ جامعه دینی جامعه‌ایه که مردم توش آرامش داشته باشن. طرف نشسته میگه نصف مردم نیاز ندارن. تو با مردمی اصلا؟ برو خجالت بکش. تو میدونی فقر چیه؟ میدونی مستاجر بودن یعنی چی؟ میدونی کارگر قراردادی یعنی چی؟ طرف نون شب نداره بخوره. انقدر حواسش نی مسئول نمیدونه که آقا شاید یه خانواده‌ای باشه نتونه نون 100 تومانی بخوره. داریم از این خانواده. تو با مردمی اصلا؟ تو چقدر پول بیت المال مردم خوردی؟ تو چند میلیارد وام 4% گرفتی؟ دروغگو. پول در پارو بالا میره از وامی که از بیت المال مردم گرفتی. کلی جوان موندن برای 2 میلیون وام نگرفتن، تو میلیاردی وام گرفتی، رانت گرفتی. میشه بگی آقازادت تو کدوم کشور خارجی درس میخونه؟ میشه بگی تابعیت کجا رو داری؟ خجالت نمیکشن اینا انقدر دروغ میگن صبح تا شب؟ چرا انقدر دروغ میگن اینا به مردم؟ چرا دروغ میگی به مردم؟ آدم خجالت میکشه بگه این صدا سیمای ایرانه. چرا دروغ میگید به مردم؟ چرا دروغ میگی به مردم؟ 240,000 تا شهید ندادیم دروغ بشنویم از تلویزیون. این بدهکاری بانکی که ما داریم پدر اقتصاد ما رو در آورده. چند نفرم بدهیشون رو ندادن؟ 30 نفرن اون کلانی که پولای میلیاردی رو گرفتن ندادن. جوانای ما واسه 2 میلیون وام گرفتارن. این سمینارهای مسخره که میگیرن میلیاردی خرج میکنن جلوی افراطا و تفریطا رو بگیر، جلوی این پولای هرزه رو بگیر دارید خرج میکنید. برو یقه اونا رو بگیر. چرا دروغ میگی به مردم؟ لباس پیغمبر اگه من تنم کردم اخلاقم مثل پیامبر نیست، این دروغ. این لباس سر تا پای این لباس دروغ. من چی نشون میده سر تا پا؟ مردم توی خوابم میگن التماس دعا، میدونن تو خلوت ما چه خبره؟ اگه این لباس پیغمبر تن منه کو اخلاق پیامبر؟ تو چرا کفش من جفت میکنی؟ تو بر چی دلا میشی دست من رو میسی؟ چی این کارا رو میکنی؟ عقل نداری مگه؟ چه بساطی درست کردی مملکت؟ خیلی تو جامعه ما داره دروغ گفته میشه. دروغ بیچاره میکنه یه جامعه رو. دروغ جهنم تاریکیه. وقتی طرف دروغ گفت یعنی خائنه. به خائن نباید اعتماد کرد. و اون وقت تو جامعه که دروغ بشه قانون، دروغ بشه یه ترفند، سیاست. یکی سیاست داره، چه هر کی دروغ میگه سیاست داره. این حرف یعنی معاویه از علی بهتره، چون معاویه دروغ میگه ولی نه. جامعه امروز مجرم نسبت به خلافایی که میشه. چه تذکر نمیدی؟ حاکم اسلامی یکی از حقوقی که به گردن ما داره اینه که ما امر به معروفش بکنیم. این حق اوه، نه که حق ما باشه بتونیم انتقاد بکنیم، بتونیم امر به معروف یا نهی از منکر بکنیم. مثلا حق اوه. فردا بیاد بگه که آقا کسی به ما نگفت، اشکال داشتیم، ما اشتباه میرفتیم، شما ما رو بیدار میکردید. چی جواب میدیم؟ خب راست میگه، هیچکی نگفته، فکر کرده مسیر داره درست میره. ما هم همش تا دیدیم سبحکم الله مساکم الله گفتیم، فکر کرده مسیر درسته. اصلا حق حاکمه که بهش انتقاد بشه. اونم اگه عقلش برسه باید بیشتر تذکر پذیر باشه. بالاترین امر به معروف هم امر به معروف به مسئولینه.
من نمیدونم تا کی ما باید تقاص بدیم به خاطر بی‌عرضگی صنعت خودرو تو کشورمون که اینا آشغال تولید کنن و ما مجبور باشیم این آشغالا رو بخریم. که چی میخوام حمایت کنیم از صنعت، از صنعتگر میخوام حمایت کنیم به قیمت جون ما، از جیب ما، از جیب خودت خرج کن، از جون خودت مایه بذار. رؤسای ایران خودرو سایپا کدومشون محصولات خودشونو سوار میشه؟ بعد میگن حمایت از صنعت خودرو. خب مرد حسابی نخر. آقا میدونی چقدر اونجا کار میکنن؟ تو میدونی چقدر کشته میشن تو جاده هامون؟ میدونی چقدر قطع نخا میشن؟ میدونی چقدر ناقص العضو میشن؟ میدونی چقدر دختر درب داغون شده که مونده تو خونه تو همین تصادفا به خاطر بیکیفیتی خودرومون؟ تصادفه یک کشته میده، چند تا مجروح میده، چند تا قطع نخا میده، چند تا نقص عضو میده. سر چی؟ سر این که ما نمیخوایم مسیر پیغمبر رو بریم. مسلمون به ریش و عمامه و عواب و نماز و تسبیح و انگشتر نیست آقا. مسلمونی به رفتاره. پیامبر تو منا رفت روی سنگی گفت آی قریش، قیامت کسی به من نزدیکتره که عملش به من نزدیکتره نه نسبش. سلمان و منا اهل البیت. سلمان که فارسی بود، منطقش منطق ماست، خلقش خلق ماست، رفتارش رفتار ماست. وگرنه ما جنس آشغال تولید کنیم. اینا ایران خودرو یه قرآن میذاره تو داشبورد، خجالت داره. اون خیانت به اون قرآن که میذاری تو داشبورد ماشین. تو کارتو قرآنی انجام بده نه ادا درا. تو جنستو با کیفیت تولید کن. اونی که داره ماشین قرآنی تولید میکنه بنز آلمانه، بی ام و آلمانه، فیات ایتالیاست، نه تو. اونی که قیامت من و شما رو به پیغمبر نزدیک میکنه عمل ماست نه اسم ما. وگرنه صدام هم اسمش حسین بود ولی منطقش یزید بود. این همه آدم کش. به اسم نیست که، به عمله. باید بدونی این از اسلام نیست، این منطق اسلام نیست، این غلطه. دین ظاهرا تو جامعه هست، اثرات دین رو نمیبینی. جامعه اگه دین توش باشه مثلا توش امنیت هست. خب ما میبینیم جامعه اسلامیه اما امنیت نیست. هر روز خبر جدید باید بشنوی، اصلا نباید تعجب بکنی، تعارف نکنید با خودتون. امنیت نیست تو جامعه. شاید 100 بار این صحنه رو دید، مثلا دست فروشیه، مامورین سد معبر شهرداری میریزن له میکنن بساط طرف رو، مثلا حق شرعی ندارن، خلاف این کار. بساط طرف رو له میکنن میبرن، مثلا طرفم میدو التماس میکنه، هیچ کم باش کاری. شما هم حرف بزنی با شما برخورد. چون اون روزی که اینا این کارو کردن هیچکی نگفت، امروز به جای رسیدن میذارن تو سینات میگه برو پتو رفتین حرف نزن. حالا شد قانون بساط یه بدبختی که میخواد دزدی نکنه دیگه، قاچاق نفروش، بساطشو له میکنن، تو هم تذکر میدی میزنی تو سینات برو پی کارت. تو هم پروگری کنی میان میبرن. این همونی نیست که پیامبر اکرم تو حجۃ الوداع فرمود روزی میرسه به خاطر اینکه منکر معروف میشه و معروف منکر، مؤمن خلافو میبینه حتی نمیتونه حرف بزنه، میگه قلبش ذوب میشه همچنان که نمک در آب ذوب میشه از خلافایی که میبینه، اما نمیتونه حتی تذکر بده. چرا؟ انقدر نگفتی قانون شده. کو تا مسئولین فرنگی بفهمن؟ خیلی طول میکشه بفهمن. خب انقدر نگفتیم حرفا رو، انقدر صحبت نکردیم، عادی شده. خلاف میشه تو مملکت قانون، امنیت رو ازت میگیره. چقدر از این خلافا شما صبح تا شب میبینید؟ هیچ کس هم تذکر نمیده. کیه که تذکر بده؟ امروز هرچی حرف نزنی جامعه تاریک تر میشه. من میخوام بگم هیچ کدوم از مسئولین مثلا علمای حوزه هیچ کدوم این صحنه‌ها رو ندیدن مثلا این اتفاقاتو نباید تذکر بدن. نونوایی نمیرن آقایون، تو خیابون رد نمیشن، برخوردار نمیبینن. تا حالا ماشینشون جریمه نشده؟ جریمه همراه با توهین نشدن؟ خب چرا هیچکی تذکر نمیده؟ چرا انقدر تذکر نداریم؟ یکم که بخواد تذکر بده میگه جایگاهمو از دست میدم. یعنی جایگاه این صندلی، این میکروفون انقدر مهم میشه که من همه چی روی میکروفون میگم غیر از چیزی که به من واجبه و باید بگم. وقت جامعه رنگ دینی داره، یعنی همه محاسن دارن، نماز جماعت میخونن، نماز جمعه میرن مسجد داریم، هر روزم گنبدهای مساجد بزرگتر میشه. 2 روز دیگه رو خونه هاشون هم بعضیا گنبد میسازن، رو دانشگاه هم گنبد میسازن، رو فروشگاه هم گنبد میسازن. از مظاهر دینه دیگه، ترویج دینه. ظاهر دین هستا، قشنگ نماز جماعت جمعه همه چی هست، اما از دین خبری نیست. یعنی از ثمرات دین، یعنی از امنیت، از آرامش، یعنی از ثمرات. یه کسی تو مملکت براش مشکل پیش میاد، کی بهش کمک میکنه؟ شما امروز میخوای ازدواج کنی، کجا پناهگاه توئه بهش پناه ببری؟ پناهگاه مردم شده بانک. کجا پناهگاه توئه بهش پناه ببری؟ پناهگاه مردم شده بانک.
بعد یه دفعه تو روزنامه میزنه فلان کسک انقدر 1000 میلیارد مثلا برد. با چه سندی بهش وام میدی که پولو میبره؟ خب هی میگن اختلاس شد. خب پول برگشت دیگه، اونا شما خبر نده. پول برگشت بالاخره یا برنگشت؟ با آقایی که خورده رفته پول بر نمیگرده، ما نمیفهمیم چی میشه. خب این پولا رو از کجا آورده بانک؟ شما بردی پول گذاشتی تو بانک. پولو از مردم جمع میکنی به اسم قرض الحسنه، بعد وام میدی به کارمندای خودت. فقط وامای سنگین قرض الحسنه به ملت که میرسه وام نداری. پول مردم رو جمع میکنی، خرج کارمندا خودت میکنی. خودت اونی که این قانونو گذاشتی. بعدم هی 1000 میلیارد کی بهم داره میره. خب ما کردیم این کارا رو، ما به بانک اعتماد کردیم. کی به ما گفت به بانک اعتماد کنیم؟ ما خودمون اگه مسجد خودمون مسیر درستو میرفتیم به مشکل بر نمیخوردیم که. اگه ما تو مسجدای خودمون دست تو جیبمون کنیم، خرج جوونامون کنیم، که جوون ما نمیره متوسل به بانک بشه. که بانک الان شده یه امامزاده، منتها امامزاده‌ای که کور میکنه، شفا نمیده. کجا پناهگاه توئه؟ بهش پناه ببر. جای دیگه نداره. جوونه میگه تاش بریم یه وام انقدر درصد، یعنی یه وام سودی که فکر میکنه حلاله. کجاش حلاله؟ 50 میلیون وام مسکن میدن، 110 میلیون پس میگیرن. این که اسمش نزول نیست ان شاءالله. منم میگم نیست، این پدرجد نزوله. ولی یه جوون میخواد ازدواج بکنه، تنها پناهگاهش اینه که 2 میلیون بانک بهش وام میده. مرید بانک میشن همه دیگه. واقعا نمیدونیم بانک یعنی چی، اما امروز پناهگاه مردم شده بانک. مردم پناهگاهشون مسجد بود. چه مشکلی برات پیش بیاد فکر میکنی بری مسجد مشکلت حل میشه؟ کدوم مشکل تو مسجد حل میکنه؟ کدوم مشکل تو نماز جمعه حل میکنه؟ کدوم مشکل ما رو حج حل میکنه؟ شما یه مشکل تو بگو که مسجد مشکل شما رو حل میکنه. یه مشکل تو بگو که هیئت میتونه حل کنه. که آقا ما یه مشکلی داشتیم اومدیم هیئت، این مشکل ما حل شد. یه مشکلی داشتیم رفتیم مسجد، امام جماعت مسجد با مردم آبرومندانه مشکل ما رو حل کرد. آبرومون هم حفظ شد. انقدر اساس دین تو جامعه نیست، فقط یه ظاهریه. بعد میدونی جوون به کجا میرسه؟ به اینجا که خب اصلا شاید دین نمیتونه مشکل ما رو حل بکنه، بیاین توقعمون رو از دین کم بکنیم. این یه منطق پذیرفته شده است تو سطح دانشگاه‌های ما که آقا توقع تو از دین کم کن. اصلا دینو بذارید برای آخرت. دنیا با این چیزا مشکلش حل نمیشه، چون هیچ کدوم از مظاهر دین، هیچ کدوم از جایگاهی که دین تأسیس کرده تو کشور مشکل حل نکرده که به این منطق رسیدن یه عده. آقا شما فکر نکن دین میتونه همه مشکلات شما رو حل بکنه. نه، دین فقط مال آخرته. میری بهشت، جناتون تجری من تحت الانهار، تکیه میزنی اونجا، دور شما قلمان میچرخه، حوری واسط آب میاره، اون پاتو میشوره. این اول بهشت. تو دنیا از این خبرا نیست. تو دنیا جواب سلامت رو هیچ کس پاسخ نمیده. کجا پناهگاه توئه؟ بهش پناه ببری. روزی میرسه به خاطر اینکه منکر معروف میشه و معروف منکر، مؤمن خلافو میبینه، حتی نمیتونه حرف بزنه، یه قلبش ذوب میشه همچنان که نمک در آب ذوب میشه از خلافایی که میبینه، اما نمیتونه حتی تذکر بده. اینجوری میشه. پیامبر فرمود روزی میشه قلبتون آب میشه، حرف نمیتونید بزنید. امام حسن بدید حرف بزنه، همین 4 تا شیعه‌ای هم که دورش هستن میکشن. اون وقت حسینش تو کربلا تنها میشه، باید بشینه بالای منبر نامرد به امیرالمؤمنین توهین بکنه. آقا گوش چی کشیده امام حسن. جامعه یه ذره روشن بشه، یه ذره جامعه بفهم. پیامبر فرمود روزی میشه قلبتون آب میشه، حرف نمیتونید بزنید. جامعه یه ذره روشن بشه، یه ذره جامعه بفهم. بیدارباش.net